حضرت امام غزالی در احیاء العلوم روایت میکند، یک قصه آورده است از بنی اسرائیل. یک عابد بود، میگه در زمان قبل از اسلام زندگی میکرد از بنی اسرائیل، بسیار خداجو و خداپرست بود. یک روز آمدن نزد شکایت کردن، گفتن درخت داری نداری؟ این مردم محله و دهه شما یک درخت انتخاب کردین، پیش همون درخت میروند، درخت زیارت میکنن، در شاخ درخت بند میبندن، از درخت مراد میطلبند. به غضب اومد، تبر گرفته روانه شد، گفت میرم درخت از ریشه و برش میکنم میپرتم. این مردم مشرک شدستیان، درخت پرست شدستیان. در راه می اومد که شیطان از سری راهش برآمد به صورت یک مرد پهلوان غضبناک. کجا میری؟ گفت میرم همون درخت از ریشه و بونش برکنم. گفت با او درخت چیکار داری؟ همون عابدی اخته کن، چیکار داری تو با او درخت؟ نامعقول کردی نمیمونم. هر دش با شیطان در افت غلطیدن، دست به گریبان شدن، به خاطر خدا خسته بود. شیطان برداشت تاری سر کرد، در زمین فرو کوفتش، در بالای سینه شیشت. تو ملعون، گفت سری رای من گرفته میتونی؟ میرم درخت چپگردان میکنم. شیطان گفت یک مصلحت دارم، اگر قبول داشته باشی انشالله هر دمو با یک گپ بیاییم، همین جنجال و نزاع هم از بین مخیبه خیزه، هم به فایده و منفعت تو است، هم به فایده و منفعت دین، هم برای مردم فایده دارد. گفت گپ زن. گفت ای همون درخت بریدم با تو چی فایده؟ اینا درخت همه بری، با این مردم نادانی بی سواد با میروان یک درخت دیگر هم تری انتخاب میکنن. تا همه درختای روی دنیا رو چپا کرده میتونی اخی؟ از او بیا گپی مرا قبول که هر روز 3 دینار هدیت میکنم. همین 3 دینار را در راه خدا نفقه کن، طالب علم را دستگیری کن، یک مسجد نازنین خشرو بساز. 3 دینار هم خیلی پولای. انا از این فایده و منفعت بیشتر میرسه از اینکه تو برای یک درخت چپگردان کنی. 3 دینار طلایی را برآور در دستش داد، طلا را دید دلش گم زد. هر کی هست از فقیه و پیر مرید، هر کی هست از فقیه و پیر و مرید، یا زبان آوران پاک دهن، چون به دنیای دون فرود آمد، به عسل در بیماند پای مگس. هر کی هست از فقیه و پیر و مرید، یا زبان آوران پاک نفس، چون به دنیای دون فرود آمد، به عسل در بیماند پای مگس. قبول کرد، گشت آمد. در روز دیگر هم 3 دینار آورد دادش. بعد دیگه دادن بس کرد، دیگه ندادش. روز 4 دید که دینار نیست، با همون تبر گرفته روانه شد. در راه آمد که شیطان سری راهش گرفت، به یک غضب، به یک سیاست. کجا میرای؟ گفت میرم درخت چپا میکنم. گفت نامعقول کردی، درخت به صاحبیت چپش میکنی؟ قولتا میکنم. خیال همون 4 روز پیشینه کرد، دست انداخت از گریبان شیطان گرفت که همین تاری سر کرد، برداشت عابد زد به تخته پشت، هوش سرش کن. حیران شد، گفت سببش چی است که من 4 روز پیش 2 بار ترا پیش غلطوندم، امروز زورم به نرسید؟ گفت 4 روز پیش تو به خاطر خدا خستی، غضب به خاطر خدا کرده بودی، از همین خاطر شیطان دیگه سری رایت را گرفته نمیتونست، همون شیطان من هستم. گفت امروز تو به خاطر 3 دینار اومدی، به خاطر خدا اومدی، هیچ وقت زورت نمیرسه. اذا استعنت فاستعن بالله، اگر کمک میخواهی از خدا کمک بخواه. بس است برادرای عزیز. تو به حال متاسفانه ایجا میخیزند یا پیرم یا علی. این مردم ما اهل سنت و الجماعه ایم، از الله کمک بخواه یا الله مدد بگو. ما مسلمانیم الحمدلله. ببینه پیغمبر بزرگ ما را تاکید داره، امر کرده است اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. خداوند ما و شما را در فاتحه تعلیم داد، در سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میخواهیم، از غیر تو نمیخواهیم.
بعدا حضرت صلی الله علیه